خب اول از همه میریم سراغ ویلایی که داخلش برنامه رو میسازن و ویلای عشق ابدی مثبت 15 نفر توش دارن زندگی میکنن، به قولی حالا ظرفیتش میگیم 15 نفر و تقریبا یه چیزی هول و هوش $35,000 برای یک ماه میفته که حداقل ترین فیلمبردار، تصویربردار و ادیتور قسمت های مختلف ویدیوها. اگر 8 نفر در نظر بگیریم ما این دوستان رو، در مجموع میشه $75,000 برای هزینه تیم تولید. رفقا همونطور که همتون میدونید به کسی که برنده بشه، حالا نمیدونم 1 نفر یا 2 نفر زوج به چه صورت، من اصلا نمیدونم این چیزاشو، ولی خب به برنده $30,000 داده میشه که اونم باید حساب کنیم، بالاخره جزو هزینه هاشون هست و اگه اونم حساب کنیم الان وقت حساب کتابه.